السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند؟ اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که دین عیسوی داشته است، دویم سوال کرده است در اینجا که دامنای عزیز، بچه های بی‌درد و با تنومند میطلبند، آیا آنها را چیزی بدهیم؟ درست است؟ یعنی این سوال وقتی که آمد، دیروز مرا یک برادر در دست خودم داد. اینجا ما یک پیشگفتاری داشتیم در باب همین صدقه بود، لیکن اون نگفتیم. البته آن جوانهایی که به تنومند هستند، جوانهایی که بی‌درد هستند، جوانهایی که هیچ نقص ندارند، از همه بهتر همین است که این کسب طلبندگی کسب نیست. پیغمبر خدا میگه این المسئله لا تحیلو، طلبیدن حلال نیست. با طلبیدن کسی که میخرد زندگی خچه پیش میبرد، او خوردگی او شخص حرام است بر بدن او. رسول الله میگه لو تعلمون ما فی المسئله، اگر شما بدانید که همین طلبیدن چی هست، ما مشى احد الی احد یسأله شیئا، شما هیچگاه به سوی یک برادر مؤمن یک قدم پیش نمیزنید برای طلبیدن، وقتی شما بدانید که طلبیدن چی یک کاری عار است، چی یک کاری پست است. از این خاطر هیچ وقت جوانها به طلبیدن باید که راه ندهند. البته زیب طلبیدن همون کسی دارد که یا اعضای درست ندارد، یا موی سفیدی هست که تماما برجا مانده هست، دیگر هیچ قوتی کاری ندارد. ما میتونیم، یا یک روزه نفقه در خانش ندارد، گفتی پیغمبر، اونا را میتونیم که ما دست درازی کنیم. لیکن این بچه هایی که جوان هستند، اینا را باید وقتی در یگانجا تعلیمشان است، خواندنشان است، یک کسب یاد گرفتن است. این طلبیدن در وجود انسان البته آموخت می شود، به همین دیگر هیچ کار به ذمه نمیگیرد، به همین طلبیدن روزی خودش پیش میبرد. از این خاطر مادامی که خیلی نزد دروازه ما و شما آمدن، چگونه ای که خدا در سوره والضحی میگوید و اما السائل فلا تنهر، شما وقتی که طلبنده نزد دروازه شما آمد، شما به طلبنده با آواز بلند گپ نزنید، بلکه چیزی که داریم بر او عطا کنید. یعنی میلش عطا میکنیم از نزد در، او کس ما ناامید روان نمیکنیم. لیکن طلبیدن این حلال نیست. طلبیدن در ما و شما کسب نکنیم هیچگاه. این وقت حتی ما و شما همین کودکایی که هست، یعنی در گناه کردن اونها ما و شما اونها را یاردم میتیم. برای همین اون جوانهایش که یعنی کسب همین طلبندگی را پیشه کردن، ما و شما اونها را البته دست درازی نکنیم، لیکن اونش که نزد دروازه ما و شما میاد، اونش خیلی بی نصیب نگذاریم، بهتر است.